رادیو لونا 5000 رادیویی است که ما تست حرفه‌ای ازش گرفتیم و نتیجه مثبت بوده. دوستانی که خواستن خریدار میتونن دایرکت با ما در تماس باشن. در کلیپ بعدی ما تست حرفه‌ای این سیستم رو براتون میذاریم. ببینید شما وقتی میخوای رادیو رو تست بکنی، بهترین حالتش اینه که شما فرکانسی که در سیب دستگاه میدی اون فرکانس رو رادیو بتونه براتون ردیابی بکنه و بتونه خروجی اون فرکانس رو داشته باشه. در کلیپ بعدی ما تستش رو براتون خواهیم گذاشت. موفق و پیروز باشید. با سلام عرض ادب خدمت دوستان عزیز. ما از شرکت سازنده درخواست کردیم که تست ما رو انجام بدن. فرکانس 5000 که فرکانس طلا هست رو به صورت دستی وارد سیستم بکنیم و در مانیتورینگ ببینیم سریال خروجی دستگاه چقدر هستش. ببینید شما میتونید با مولتی متر کیلوهرتز خروجی رو وصل بکنید به آنتن ها و بدونید که چه کیلوهرتزی رو خروجی به شما میده. با این گزینه شما میتونید قدرت رو کم و زیاد بکنید. همونجور که میبینید از موقع کم و زیاد کردن قدرت طول موج پالس ها کم یا زیاد میشه و این باعث این میشه که شما شعاع بیشتری بزنید یا شعاع رو کمتر بکنید، در دقت خودتون بیافزایید. موفق و پیروز باشید.